سلام خدمت همه دوستان بینندگان کانال تعمیر خانه. امروز یه بخاری داریم، بخاری رومیزی. با این ایراد اومده پیش ما که میگه بعضی موقع‌ها این کلید برای تنظیم روشن کردن و تنظیم دورش بعضی موقع کار میکنه، بعضی موقع کار نمیکنه. حالا با هم بازش میکنیم ببینیم که ایرادش چیه و ان شاءالله برطرف کنیم. خب دوستان، اینو باز کردم، خیلی هم سخت به زور باز شد. پیچاش از این مدل ستاره‌ای بود، به هزار زحمت بازش کردم. اینو داخل دستگاه مولتی مترمون رو میاریم، از همین سر دو شاخه برقش شروع می‌کنیم به تست کردن. کلا برای تعمیر هر وسیله برقی باشه ما از سر همین دو شاخه برق شروع می‌کنیم، میریم جلو تا به ای برسیم و ای پیدا کنیم. مولتی متر رو می‌ذاریم سر حالت بازر، یه سر به دو شاخ، یه سر دنباله سیمون می‌گیریم، می‌بینیم اینجا سیممون اومده یه قهوه‌ای و یه آبی. این قهوه‌ایش سیممون این طرفی سالمه، برعکسش می‌کنیم می‌زنیم به این ور. خب سیممون رو الان تست کردیم. الان خیال راحت چی دو شاخ و کابل برقش اینجا پشت کلید و ترموستاتش سالمه. حالا ترموستات و کلید تغییر حالت دور باز می‌کنم، اون دارم بهتون نشون میدم که چیکار باید بکنیم و چجوری تستش کنیم. خب دوستان، من کلیدش و ترموستاتش هم باز کردم. الان می‌خوام اول از نظر ظاهری خود ترموستات و این کنتاکاش این دو تا رو چک می‌کنیم. آب نشده باشه، اگه آب شده بود حالت درقی سر اینا درست بشه، آب میشه سر این پلاتینا دیگه باید کلا عوضش کنیم. اما الان این سالمه. حالا می‌خوام ببینم که با چرخوندن این ترموستات این دو تا پلاتینا به هم وصل میشن. همین پلاتینا به هم وصل شدن، دوباره مولتی متر سر بازار می‌ذارم چک می‌کنم، می‌بینم آره وصل شده. حالا یه تستی برای این ترموستات می‌خوام بهتون یاد بدم. الان ترموستات پلاتیناش هم چسبیده. خب این ترموستات دیگه وقتی گرم میشه آمپر میکشه، این فنره اینجا هست گرما بهش می‌خوره، حالت ارتجاعی بس این دو تا پلاتین اصلا جدا می‌کنه. حالا من یه فنر میارم ببینید، الان این دو تا پایه‌ها به هم دیگه وصلن، درسته؟ الان من یه فنر که اینجا بگیرم یکم اینجا گرم بشه، این پلاتین از هم دیگه باید جدا بشه، نشون میده که ترموستات سالمه. ببین ببین الان پلاتین از هم دیگه جدا بشن تا دوباره این سرد بشه، دوباره این پلاتینا به هم دیگه وصل میشن. الان ببین آروم آروم خودش سرد میشه، دوباره پلاتینا به هم دیگه. الان ببین دوباره سرد شد، پلاتینا به هم دیگه وصل شد. پس این ترموستات سالمه. مثل کلیدش هم دوباره با همین مولتی مترمون بازرمون میذاریم. این مرحله اولش روشن، درسته؟ مرحله دومش یعنی سرعت دومش درسته، مرحله سوم سرعت سومش، سرعت سومش هم درسته. پس من احتمال میدم داخل این کلید سی پلاتینایی وجود داره که این سرعت رو به هم دیگه وصل میکنن. خب سر اینا سر پلاتینا داخل این کلیدم حالت سوخته و کربنی درست میشه، نمیذاریم که بعضی موقع‌ها به هم دیگه پلاتینا بچسبن و برق رد بکنه. با تعویض همین کلید مشکل حل میشه. بعضیاشون هستن که باز میشن، میتونید سر این پلاتینا رو وقتی بازش کردید سر پلاتینا رو تمیز بکنید دوباره ببندید درست میشه. اما بس ایمن‌ترش و بهترش اینه که یه کلید براش بزنیم و خیلی خودمون راحت کنیم. اینجا المنتشه، سر راه المنتش هم باز یه ترموفیوز گذاشتم برای حفاظت از این المنت. ترموفیوز هم چک می‌کنیم، ببینید این ترموفیوز بهتون میگم داخل اتوها از این ترموفیوزا هست، ترموفیوز هم سالمه. پس راه حل اصولیش اینه که یه دونه از این کلیدها بازار تهیه کنیم و بذاریم و مشکل بخاریمون حل میشه. همین، یه کار خاص دیگه نداره. امیدوارم که این آموزش به دستتون خورده باشه. اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنون، خداحافظ.